میگم اکانتتون که از 100 میلیون رد بشه تازه میفهمید چجوری پولتون رو خرج کنید. خوب گوش کن بهش، تابلو لعنته بهش فکر کنی قشنگه. بعد به بچه‌ها میگم درآمدتون از 200 میلیون که رد بشه تازه میفهمید چجوری پولتون رو حروم کنید. باور کن تازه میفهمید چجوری پولتون رو اکومید کنید. تا قبل از اون طرف میگه آقا رفتم دو تا لباس خریدم واقعا پولم از دست دادم. 200 میلیون به بالا که پول در بیاری ماهانه تازه یاد میگیری چجوری پولتو اکومید کنی. درآمد از 300 میلیون که رد بشه تازه متوجه میشی که هیچ پول نداری. خیلی زود تموم میشه چون توی مرحله اول یاد گرفتی که از پولت استفاده کنی، خرجش کنی، تو مرحله دوم یاد گرفتی اکومید کنی، حالا تو این مرحله کارهای اتفاق میفته برات. ولی تازه فهمیدی چی به چیه. بالا 500 میلیون که پول در بیاری تازه متوجه میشی چجوری سرمایه‌گذاری کنی. بالای 700 میلیون که پول در میاری تازه درک میکنی معنی پول داشتن چیه. تازه متوجه میشی که تمام طول عمرت هیچی پول نداشتی. این لحظه به لحظه است. بهت نگم 1 میلیارد پول در بیاری چجوریه. 1 میلیارد پول که در میاری تازه متوجه میشی که آقا شما متوجه میشی که آقا 10 تا صفر بانکی خیلی کوچیکه، خیلی خنده داره. یه حالت جالب بهتون بگم، موقعی که SMS بانک براتون میاد اون عددی که یا برداشت یا واریز هست رو دیدین؟ 2 خط 3 خط بشه خیلی قشنگ میشه. خود صفحه LCD یه جای کم میاره میاد خط 2. Kalbimi kırdın bin defa, sakın dönme ardına. Son kez geldin kapına, tüm aşkların adına. Kalbimi